کار کفتم و کار کفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه ای که دست بکار است. یلدا زنگ میزند. شما جواب میدادید؟ با من ده. الو. الو جناب کمال، من با مرد زنگ زدم. ماشین میراند. با من بگو. خانم سوزن در رو محکم کردند. آوازشون خوب نیست. چی میشود اکنون نمیدونم. فهمم، ما در راهیم میاییم. تو از آنجا دور نرو. فهمیدی؟ فهمیدم. خانم سوزن. باز یگون دیوانگی نکنند. نترس، هیچ چیز نمیشود. یلدا یلدا چی شد؟ نمیدونم خانم سوزن در رو محکم کردن. در رو نمیکشویند. کلید از درون دارند. کشوده نمیشود. مادر! سوزن در رو کشا. مادر جان! سوزن در رو کشا. مادر جان! همه درها محکم است. جناب کمال چی شد؟ خانم سوزن در رو محکم کردند. سوزن در رو کشا. مادر جان! در رو باز کن. مادر جان! پدر در رو شکنید. یک طرف است. مادر جان التماس چشمانتون را گشایید. مادر جان مرد. خدایا یگان چیز به مادرم نشود. مادر جان زود. مادر تنها برای یک از جا است. فهمم. شما از کفای یاری تجلی بیایید. ریزا ماشین را تو ران. زود. خوب شده است. رفتیم. مادر جان زودتر باشید. التماس زودتر برویم. زودتر. الو کمال. الو. سوزن خودکشی کرده است. چی؟ شکرانه میکنم که در وقتش آمده توانستیم، اما احوالش ناگوار. به بیمارخانه میرویم. خیر تا بازدید. یگان مشکلی است؟ سوزان خودکشی کردن خواسته است.
ҳоло падарат ӯро ба беморхона мебарад. چی شد؟ مادرت بیمار شده است. پدرت او را به بیمارخانه برده است. لیکن حالا احوالش خوب بوده است. ما هم میرویم. مادرم گفتند که یگان مشکلی نیست، خاطر نشم، همه‌اش خوب است. خیزید رویم. بیایید رویم. من شما رو با ماشینم میبرم. مایلش دخترم میرویم. رفتیم. بیایید. رفتیم. مادر التماس او را نجات دهید. مادر خانم مجیده برخیزید. چی گپ شد؟ خانم سوزان. با سوزان چی شد؟ خانم سوزان خود را آویختند. تو چی ها میگویی؟ داروی خوب خورده بودم و یگان چیز رو نشنیده. جناب کمال همراه با مرد آمده او را از بند نجات داده، سراسیمه وار به بیمارخانه بردند. فهمو. ماشین رو تیار کنید، من میآیم. لباس پوشیده میآیم. دخترم رفت، چرا ایستاده ای؟ رفت. تمیر من در خانه. زود بیا. سوال نداده بیا زود.